اپلیکیشن انبر، مدار 360 درجه صنعت ایران. منتظر شیر بودین؟ نخیر، امسال سال منه. عیدتون مبارک. خر آقا کی میخوای این لوله کشی ها رو درست کنی؟ نزدیک عید شد. باشه خانومی، آخه ابزار ندارم. بذارم با انبار ببینم قیمتشون چقدره. بفرما خر آقا، اینم از انبار. خانومی این انباره که نگفتم که، اپلیکیشن انباره گفتم. جامع‌ترین بسته از صنعت کسب و کار تو فضای مجازیه. برای تمام نیازهای صنعتگران راه حلی داره. کاریابی، مناقصه، مزایده، خیلی چیزای دیگه. اینا رو ولش کن. شام چی داریم؟ معمولا پنجشنبه ها شام یونجه پلو از بیرون میگرفتی؟ پنجشنبه؟ کی پنجشنبه شد؟ جان امشب یک شام 2 نفره آشمونه داریم. برو بابا تو هم کره خر رو چی کار کنیم؟ اون با من کره خر؟ بله خر بابا. پسر بیاین 50 تومن بگیر برو خونه خالت. پسر خالت آخر هفته ای اومده، کلی حرف داریم با هم بزنیم. قش و دلباش شد. مرسی خر بابا، چشم. خانومی بیا چیدم شمع رو، واسه تو آماده میشم من همه شبا رو. بیا گلایی که واسه خریدم و ببین، واسه یه مطالعه بردارا. آخیش بفرما خانم، امشب میخوام به هیچی فکر نکنی. هیچ. اصل من یه سوالی ازت دارم. اون موقعی که مجرد بودی هم به من فکر میکردی؟ ایوا این سوالا چیه خر آقا؟ سخت نگیر اصلی، بگو دیگه. خب تو خر رویه هم بودی؟ ای جون، همش برام تداعی کننده یه اسب سفید بالدار با یالای بلند بودی. وای خانم دیوونم نکن. شما حالتون خوبه؟ تو اینجا چیکار میکنی پسر؟ مگه خونه خالت نرفته بودی؟ اولندش رفتم خونه خاله، یادم اومد خاله اصلا پسر نداره. دومندش شوهر خاله 2 تا پنجه‌ای به من داد، گفت پسر این 2 تا پنجه‌ای بگیر برو به بابات بگو که ما هم دل داریم. ایوا خاک عالم. خر آقا تو هم با این برنامه ریزیت. خب برنامه هم که کنسل شد، من برم بگیرم بخوابم. نه بابا، هرچی بخوابی الان درستش میکنم. برو اون شعله بخاری رو زیاد کن، گرم که بشه بچه زود خوابش میگیره. منم میرم باش کشتی میگیرم که زودتر خسته بشه. مطمئنم تا نیم ساعت دیگه بیهوش میشه. کار خر پاشو بیا بابا با هم کشتی بگیریم. کشتی در وزن نابرابر، جلاد پدر و پسر، 2 الاغ از خطه دارگوز آباد. 2 کشتیگیر با هم سرشاخ میشن. خر بابا میره که زیر خم کار خر بگیره و فهم مشق سرخار پیاده میکنه که 50 سال گذشته شده نشده. خر بابا به طرز عجیبی کار خر به این ور میمونه. شیر خر حلالت. کار خر بیحال و خر بابا میره که بنده سنجاب پرنده رو پیاده کنه. یه خیمه سنگین بروی گردن کار خر. آی 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 خر بابا میتونی باشی یه شب مطالعه گردن من بشکنی؟ چی پسر؟ من گفتم یکم ورزش کنیم با هم. ورزش کجا بود پدر جان؟ قشنگ به من بگو آقا برو گم شو از خونه بیرون، ما کار داریم. من خودم میرم آقا، من دارم میرم. مامان خداحافظ، من دارم میرم. خیلی پسر فهمیده ای است. الحق که به پدرش رفت. باریکلا. خیلی خر بدبختی هستن. حالا این نصف شبی کجا برم؟ سلطان تو اینجا چی کار میکنی؟ امشب پدرم خیلی مهربون شد. سویش ماشین رو با 300 تومن پول داده به من، گفته برو ماشین دور کن تا صبحم خونه نیم، برو اشغال کن. مثل اینکه همه جاییه. بپر بالا بریم سلطان داشت، بریم من سوار باشم. بریم. بلافاصله خر بابا میره به روی تشک برای کشتی دوم. این الاغ خستگی ناپذیره. همون ثانیه اول حریف از زمین بلند میکنه و با یک چرخش اونو میبره به روی پل. الهی قربون پدر خوشگلم برم. دوچرخه با هر چی پولی که تو جیبش بود داده به من، میگه تا صبح برو بیرون دور بزن. مرسی بابا جونم، فدات میشم.